آیا فرازمینی‌ها وجود دارند؟ افشای کنگره آمریکا حقیقت دارد؟ آیا ایالات متحده اشیایی همچون بشقاب پرنده را از سالهای گذشته در اختیار دارد؟ به نظر شما چرا ایالات متحده نمیخواد که رازهایش فاش شود؟ سلام دوستان، به کانال دانستنی نیوز خوش آمدید. امروز اینجاییم تا درباره سوالات بالا حرف بزنیم. پس اگه به دنبال جوابی یه لایک رو این ویدیو بزن و با ما همراه باش. یک افسر اطلاعاتی و دو خلبان آمریکایی به کنگره این کشور رفتند تا درباره دانسته‌های خود از فرازمینی‌ها صحبت کنند. آنها در این جلسه ادعاهایی را مطرح کردند که البته پیش از این بارها در رسانه‌ها تکرار کرده بودند. با این وجود خبر حضورشان در یک نهاد رسمی جنجال زیادی به پا کرد و حتی بسیاری را به این شک انداخت که شواهد تازه‌ای از حضور حیات فرازمینی‌ها پیدا شده است. سه نیروی نظامی بازنشسته روز چهارشنبه در جلسه استماعی در یکی از کمیته‌های فرعی کنگره ایالات متحده حاضر شدند و درباره یک برنامه محرمانه دولتی برای مطالعه روی پدیده‌های هوایی ناشناس توضیح دادند. در این جلسه استماع 4 اطلاعات مهم داده شده است. دیوید گروش، سرگرد بازنشسته نیروی هوایی آمریکا، در این جلسه استماع به نمایندگی کنگره گفت کاملا اطمینان دارد که دولت امریکا به بشقاب پرنده بیگانه‌ها دست پیدا کرده است. او گفت که در سال 2019 رئیس یک کارگروه دولتی که بر روی اشیای پرنده ناشناس مطالعه می کرده از او خواسته تا همه برنامه‌های بسیار محرمانه مربوط به مأموریت این گروه را شناسایی کند. در آن زمان گروش به دفتر شناسایی ملی، آژانسی که ماهواره‌های جاسوسی ایالات متحده را اداره می‌کند، ارجاع داده شده است. او گفته در جریان این مراجعات از یک برنامه با قدمت چندین دهه بازیابی حوادث و تصادفات اشیای پرنده ناشناس و مهندسی معکوس این اشیا مطلع شده است. 1930 از وجود فعالیت‌های موجودات غیر انسانی آگاه بوده اند. گروش میگوید که پس از این که اطلاعات را به دست آورده به یک افشاگر دولتی تبدیل شده و به همین خاطر بارها سعی کرده اند از او انتقام بگیرند. او از بیان دقیقتر تاکتیک های تلافی جویانه خودداری کرده، اما گفته بسیار وحشیانه و بسیار تأسف‌بار بوده. برخی از تاکتیک هایی که آنها به کار بردند هم از نظر حرفه‌ای و هم از نظر شخصی به من صدمه زده. از او پرسیده شد که آیا اجساد خلبانانی این بشقاب پرنده ها را در اختیار دارند؟ گروش گفت همانطور که قبلا در مصاحبه خود با نیوز نتیشن به طور علنی بیان کردم، در این مطالعات مواد بیولوژیکی را هم به دست آورده اند. گروش گفت ریشه این مواد غیر انسانی بوده و هرچند او گفته که شخصا هیچ وسیله نقلیه بیگانه یا اجساد بیگانه را ندیده است و نظرات او بر اساس گزارش‌ها بیش از 40 شاهدی است که طی 4 سال با آنها مصاحبه کرده است. گروش در مصاحبه‌ای با نیوز نتیشن در ماه ژوئن ادعا کرده بود که دولت یک بشقاب پرنده بسیار بزرگ به اندازه زمین فوتبال پیدا کرده است. او به روزنامه فرانسوی گفته بود که ایالات متحده یک بشقاب پرنده زنگوله مانند در اختیار دارد که دولت موسولینی در سال 1933 در شمال ایتالیا پیدا کرده است. رایان گریوز، خلبان سابق جنگنده‌های نیروی دریایی آمریکا، و دیوید فراور، فرمانده بازنشسته، هم درباره تجربیاتشان در خصوص برخوردهای ادعایی با بشقاب پرنده ها توضیح دادند. گریوز حادثه یک شیء پرنده در سواحل ویرجینیا در سال 2014 را بازگو کرد. او گفته خلبان‌های خطوط هوایی
تجاری هم این بشقاب پرنده ها را شناسایی کرده اند. گیریوس گفته که در حین پرواز با یک F-18 با هواپیمایی روبرو شد که شبیه یک مکعب خاکستری تیره یا سیاه در داخل یک کره شفاف بود. او تخمین زده بود که قطر آن 5 تا 15 فوت باشد. گیریو ادعا کرد که این بشقاب پرنده می توانست با وجود بادهای طوفانی ثابت بماند. فراور، دیگر شاهد حاضر در جلسه استماع، هم گفته بود که در سال 2014 با یک بشقاب پرنده مواجه شده است. دیوید فراور، فرمانده سابق نیروی دریایی، گفته که او و 3 خلبان نظامی دیگر در سال 2004 یک شیء سفید را مشاهده کرده اند که در زیر جت‌های آنها و درست بالای اقیانوس آرام معلق بود. او ادعا کرده که هواپیمای ناشناس که به گفته او هیچ بال یا اگزوز قابل مشاهده‌ای نداشته، شروع به صعود کرده و به جت جنگنده او نزدیک شده است. فراور ادعا کرده که این بشقاب پرنده ناگهان ناپدید شده و ظرف چند ثانیه بعد دوباره ظاهر شده، اما این بار در 60 مایل دورتر مشاهده شده است. فراور به کمیته گفت که فناوری که او و تیمش با آن مواجه شده اند با منطق قابل توضیح نیست. فراور ادعا کرده فناوری که ما با آن روبرو بودیم بسیار برتر از هر چیزی است که داشتیم و می توانیم در مورد آن کاری انجام دهیم. تیم بورجت، نماینده جمهوری خواه کنگره از ایالت تنسی که تحقیقات مربوط به موجودات فضایی را رهبری می کند، در هفته‌های اخیر ادعا کرده که ایالات متحده شواهدی از فناوری به دست آورده که همه قوانین فیزیک ما را نادیده می گیرد و اینکه بشقاب پرنده‌های بیگانه دارای فناوری هستند که می تواند ما را به یک تکه زغال سنگ تبدیل کنند. با این حال بورجت در جلسه روز چهارشنبه از اغراق در مورد موضوع آدم فضایی ها خودداری کرد و گفت متاسفم که نیمی از شما را ناامید کردم، اما ما قرار نیست مردان سبز کوچک یا بشقاب پرنده را به جلسه بیاوریم. ما فقط به حقایق میپردازیم. پنتاگون یا همان وزارت دفاع ایالات متحده امریکا وجود چنین برنامه ای را تکذیب کرده است. سوزان گوگ، سخنگوی وزارت دفاع امریکا، در بیانیه‌ای گفته بازرسان هیچ اطلاعات قابل تأییدی برای اثبات این ادعا که اشیاء فرازمینی را در گذشته یا در حال حاضر در اختیار داشته یا مهندسی معکوس کرده اند کشف نکرده اند. با این وجود ماه دسامبر مقامات پنتاگون اعلام کرده بودند صدها گزارش درباره رویت بشقاب پرنده‌ها دریافت کرده است. وزارت دفاع آمریکا گفته بود دفتر جدید پنتاگون که برای ردیابی گزارش‌های اشیاء پرنده ناشناس ایجاد شده، پس از بیش از 1 سال بررسی اشیاء پرنده ناشناس که خلبانان نظامی مشاهده کرده اند، اما گاهی اوقات به دلیل ترس از گزارش دادن آن مردد بودند، تأسیس شد. در ماه می سال گذشته کنگره اولین جلسه استماع خود را پس از بیش از نیم قرن در مورد این موضوع برگزار کرده که در آن چندین نفر ابراز نگرانی کردند که آیا این اشیاء ناشناخته هستند یا فناوری بالقوه جدید ناشناخته‌ای هستند که توسط چین، روسیه یا یک دشمن بالقوه دیگر به پرواز در می‌آیند و خطر امنیتی ایجاد می‌کند. دونالد مورتری، معاون وزارت دفاع در امور اطلاعات و امنیت، گفت ما تاکنون چیزی ندیده ایم و هنوز خیلی زود است به این باور برسیم که هر کدام از اشیایی که دیده ایم منشأ بیگانه دارند. با این حال دموکرات‌ها و جمهوری خواهان در امریکا در سالهای اخیر به دلیل رؤیت مکرر اشیاء پرنده و ارتباط احتمالی این اشیا با دشمنان این کشور دچار نگرانی شده اند. این رسانه با اشاره به برگزاری جلسه استماع در کمیته فرعی کنگره گفته
نمایندگان هر دو حزب امریکا به این جلسه علاقه داشتند، هرچند در گذشته موضوعات مشابه با تشویق جمهوری خواهان و انتقاد دموکرات‌ها همراه می شده. نمایندگان هر دو حزب از گروس در مورد مطالعاتش بر روی بشقاب پرنده ها سوال پرسیدند. جلسه اخیر آخرین فشار کنگره برای تحت فشار قرار دادن آژانس‌های اطلاعاتی برای شفافیت بیشتر در مورد بشقاب پرنده ها بود، با این استدلال که آنها یک موضوع امنیت ملی هستند. بورچت که رهبر استماع کنگره را بر عهده داشت، در گفتگو با رسانه‌ها ادعاهای مطرح شده درباره ریشه غیرانسانی اجساد بیگانه ها را تأیید کرده است. به گزارش رویداد 24 ست شوستاک، منجم ارشد مؤسسه ستی در کالیفرنیا، یادداشتی در MSNBC منتشر کرده و گفته نه گروش و نه هیچ کس دیگری که ادعا می کند از برنامه‌های مخفی دولتی در ارتباط با بیگانه ها اطلاع دارد، هرگز نتوانسته است عکس‌های قانع کننده‌ای از وجود سخت افزار بیگانگان را منتشر کند. و به یاد داشته باشید ما احتمالاً در مورد یک موشک بین ستاره‌ای بیگانه صحبت می‌کنیم که می‌تواند تریلیون ها مایل از فضا را پل بزند و فناوری دارد که آشکارا بیگانه است. او می‌گوید افرادی که معتقدند سفینه‌های فضایی پیدا شده است می‌گویند عکسایی از آنها وجود دارد، اما همه آنها به دلایل نامشخصی مخفی نگه داشته شده اند. اما جامعه نباید اکتشافات علمی را بدون مدرک بپذیرد. هزاران ماهواره در مدار زمین هستند. اکثر دوربین‌های آنها به سمت پایین نشانه گرفته شده است. فضاپیمای واقعی موجود در فضای زمین که بزرگتر از یک میز اداری باشد، احتمالاً برای ماهواره‌ها قابل مشاهده است. شوستاک گفته معتقد است بازدید از بیگانگان چیزی نیست که بتوان آنها را مخفی نگه داشت. با این وجود، نظرسنجی گالوپ در سال 2021 نشان داد که بیش از 40% از آمریکایی‌ها معتقدند که برخی از بشقاب پرنده‌های مشاهده شده فضاپیماهای آدم فضایی‌ها هستند و حتی محافظه‌نکارترین دانشمندان نیز نمی‌توانند با قاطعیت استدلال کنند که دیدن زمین برای فرازمینی‌ها غیر ممکن است. رفتن از سیاره‌ای به سیاره دیگر، حتی اگر آن سیاره در مدار ستاره دیگری باشد، فیزیک را نقص نمی‌کند. سخت است، بله، اما غیر ممکن نه. با این حال شوستاک میگوید اینکه بیگانگان ممکن است در اینجا حضور داشته باشند و کارها را به گونه‌ای ترتیب دهند که به طور انحصاری توسط کارمندان دولتی که مشتاق پنهان کردن آنها هستند ملاقات کنند، دور از ذهن است. او سوال دیگری پرسیده و گفته چرا آدم فضایی‌ها همواره بشقاب پرنده‌های خود را در معرض دید آمریکا تنظیم می‌کنند و در مقابل دید کشوری دیگر که ممکن است نیاز به پنهان نگه داشتن این پدیده نباشد ظاهر نمی شود. در این مورد نوعی تعصب ملی وجود دارد که معتقد است اگر قرار است موجودات فرازمینی به زمین بیایند، به دیدار ما آمریکایی ها خواهند رفت. این منجم در پاسخ به این سوال که آیا بیگانگان به زمین آمده اند میگوید از نقطه نظر علم هنوز هیچ مدرک خوبی برای پاسخ به این سوال وجود ندارد. دیوید گروش میگوید آنها اینجا هستند، اما یا نمیتواند آن را ثابت کند یا نمیخواهد. تا زمانی که او این کار را نکند، ما باید روایت‌های او را فقط به عنوان داستان گوش کنیم.